الو نقو حالشان خوبه خلاصین نقو پپه میگم صندوق کیلو پارو جنسه آره نوردین خانزاده‌شون اینجاست سریال نوخه اجازه بده نشستی اینجا برای خودت داره کیلو جنس بزی خجالت هم نمیکشی برو بگو گندتون نده مموری بیاد ای بارک الله چقدر زیبا صحبت کردی های خانزاده شما خودت با من مقایسه کردی که هیچی منو بگرفتی تو این کردی که هیچی مردی سلمانه با 550 کیلو وزن آوردی که هیچی. آقا نورگل ایشون داره رسما به من توهین میکنه. من خواهش میکنم یه گریس سفید بیاد پدرمینی بکنه. احمد پرمخبر رو بگید بیاد. به نظر من داری میری حداقل ننتو با خودت نبر بذار چراغای این خونه روشن بمونه. اینا چیه؟ اینا چراغه. اکی ره ترسیدی؟ نه محمود شهریاری پشت داره در واکن بیاد تو افتاد به نحو خداوند جان آفرین یک روز امیر مهدی ژوله میخوره به لوله. واقعا الان وقت جوک گفتنه. الان امباپه با جت شخصیش رفته اونجا داره حال میکنه بعد ما دنبال جوکی